هفته روان دسته منتخب فوتبال ازبکستان تحت سروری برنده توپ طلایی فوتبالباز مشهور ایتالیا فابیو کاناوارو در چارچوب بازی‌های نهایی جام جهانی سال 2026 هنرنمایی خواهد کرد. ازبکستان در گروه کی روز 17 ایون با کلمبیا، 23 ایون با پرتغالیا و 27 ایون با جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو می شود. اما در وطن هواداران فوتبال میگویند صرف نظر از نتیجه فوتبالبازان دسته منتخب برای آنها قهرمانند. جهان چمپیوناتدagi birinchi o'yinimiz har doim hayajonli bo'lishi. بازی اول نه فقط برای فوتبال بازان بلکه برای ما یعنی هواداران فوتبال هم بسیار هیجان آور است. اگر ما در قوه آزمایی با کلمبیا دست بالا شویم حتما در بازی های بعدی هم اطمینان بیشتر نشان خواهیم داد. از این رو به فکرم بازی با کلمبیا بسیار مهم است. این دانشجوی 22 ساله یکی از 30,000 هوادار فوتبال است که ماه گذشته برای گسیل با تنتنه دسته منتخب به جام جهانی در ورزشگاه تاشکند جمع شدند. جای یادآور است که منتخب نورسان فوتبال ازبکستان هم برنده جام آسیا بوده از دسته های قوی ترین این قاره به شمار می رود. خبرنگار فرانس پرس نوشته است که پیروزی فوتبالبازان ازبک همزمان با تطبیق برنامه ازبکستان نوی پرزیدنت شوکت میرزیویف به وقوع می پیوندد که هدف از آن اصلاحات و رشد این کشور است. از نام تمام ملت می خواهم به فوتبالبازان خوش سلیقه، پدران و مادران آنها، مربیان و همه اعضای دسته منتخب سپاس عمیق ابراز نمایم، زیرا چنان روزهای خوبی را به ما تقدیم کردید. طبق نقشه میرزیویف در ازبکستان سرمایه‌گذاری خارجی تشویق شده داد و گرفت و رواق به این کشور آسانتر می شود تا کشور در صحنه جهانی مقام مناسب کسب کند. هرچند منقدان حکومت ازبکستان اصرار می‌ورزند که کشور خودکامه است و در آن آزادی بیان محدود و مخالفین تعقیب می‌شوند. کارشناسان رشد فوتبال ازبکستان را با استراتژی تربیت نسل نورس ارتباط می‌دهند. تخمیناً 37 میلیون اهالی ازبکستان جوانان از 20 ساله پایین میباشند. و نوشته خبرنگار فرانس پرس برای اکثر هواداران فوتبال ازبکستان حضور فوتبالبازان این جمهوری در مسابقه جام جهانی یک دستاورد بزرگ است. صرف نظر از نتیجه آنها قهرمان هستند. به قول آنها مربی کاناوارو نیز با ستاره‌های چون عبدالقادر حسینوف، عباسبک فیض‌اللهیف و الدار شامورادوف می تواند در مسابقه جام آسیای سال 2027 پیروزی به دست آورد.